دنیا قراره تا به کی اینجور باشه؟ تا کی قراره حرف زور باشه؟ با این همه ظلم و ستم انگار دنیا چیزی نداره تا به اون مغرور باشه. آه ای خدا، چی میشه یک روزی دوباره از خاک من دستای دشمن دور باشه؟ تلخ و غم انگیزه که سهم کودک من پیش چشم تاریکی های گور باشه. آخه فلسطین شهر در ظلمت نشسته، میبینم اون شبها که پر نور باشه. آیا زمان با دستهای بیلیاتون میخوام که چشم دشمنامون کور باشه؟